نیسان جی تی آر R35 با موتور 3.8 لیتری V6 توین توربو تا 600 اسب بخار بهت قدرت میده. شتاب 0 تا 100ش حدود 2.8 ثانیه است و حداکثر سرعتش به 315 کیلومتر بر ساعت میرسه. سیستم چهارچرخ هوشمند ETS باعث چسبندگی فوق‌العاده در پیچ‌ها میشه. هر موتور به صورت دستی توسط مهندسان تاکومی در ژاپن ساخته میشه. به خاطر قدرت، پایداری و تکنولوژیش لقب گودزیلا یا هیولای ژاپنی رو گرفته. مهم نیست R35 باشه یا R34، وقتی نام جی تی آر میاد باید جاده رو به احترامش خالی کنید. من دیگه حرفی ندارم، موبایلتون افقی کنید و از ادامه ویدیو لذت ببرید.